این مرد در حیاط خلوتش یک استخر می‌ساخت و همین چند روز پیش چیزی وحشتناک پیدا کرد. مایکل در حال حفاری منطقه‌ای در حیاط خلوتش برای استخری بود که برای ساختن آن برنامه‌ریزی کرده بود. همه چیز خوب پیش می‌رفت تا اینکه بیل او به چیزی محکم برخورد کرد. همانطور که مایکل به استخراج اطراف آن ادامه می‌داد، در نهایت یک تونل عظیم را درست در حیاط خلوتش کشف کرد. او در کمال نوآوری بود و ابتدا بعد از صحبت با همسرش کمی ترسیده بود که وارد خانه شود. او چراغ قوه را گرفت و بالاخره داخل شد و چیزی که دید ترسناک بود. این تونل 20 متر طول داشت و در انتهای آن یک در چوبی در طرف دیگر در اتاقکی بود که کاملا با سکه‌های طلا پر شده بود. درست مانند این بود که مستقیما از یک فیلم بیرون آمده بود. اتاق نیز حاوی تابوت‌های زیادی بود که هر کدام حاوی اسکلتایی بودند. آنها چه کسانی بودند و چرا اینجا هستند؟ مایکل لحظاتی پس از شنیدن صدای نزدیک شدن کسی پشت سرش داخل تونل ترسید. او برگشت و فقط همسرش بود، اما چیزی در چشمانش کاملا سفید